نوروز یکی از جشن‌های قدیم‌ترین آریایی‌ها و از جمله تاجیکان به حساب می‌رود. نوروز روزی نو است. اساسگزار این جشن کهن را جمشید پیشدادی گفتند. وقتی که نوروز می آید، مردمان آریایی یا خود تاجیکان خانه و کوچه خود را پاک می سازند. این رمزی پاکی نوروز و پاکی این مردم آزاده است. هر آن چیزی در سال گذشته بود اگر بشکند، آن را همچون یک سیاهی گذشته می پرتایند. خانه های خود را رنگی سفید می کنند، یعنی رمز پاکی و روشنایی و آبادی است. در روز نوروز خوان 7 سین و 7 شین گسترده می شود. در این ایام بچگان با بازی های گوناگون نوروزی مشغول می گردند. در ایمپریا های بزرگ آریایی و مثال هخامنشیان، اشکانیان، کوشانیان، ساسانیان، سامانیان و دیگر کشورهای بزرگ این جشن با دبدبه ها گذرانیده می شد. گرچند که در دوره اتحاد شوروی یگان جشن‌های کهن جشن گرفته نمی شد، اما مردم تاجیک به طور پنهانی نوروز خود را جشن می گرفتند. همین بود که با صاحب استقلال گردیدن جمهوری تاجیکستان در سال 1991 با تشبث بی‌واسطه پیشوای ملت محترم امام علی رحمان این جشن هم در داخل کشور و هم در اکثر کشورها جشن گرفته می شود. زیرا سال 2010 این جشن بین المللی اعلان گردید. تشبثکارش پیشوای ملت محترم امام علی رحمان هستند. در گذشته و امروز در جشن نوروز همگان به هم می آیند. غم و اندوه ها را از دل دور می کنند، با هم خرسندی می کنند. این رمزی به هم آیی این مردم بزرگ است.